به سه دوره تقسیم می شود: دوره پلیولیت، مزولیت و نیولیت. دوره نیولیت از کلمه یونانی نئو نو و لیتو سنگ چطور است که معنای کلمه نیولیت یعنی این دوره نوی اصلی سنگ باشد که در این دوره تغییرات جدی یعنی تغییرات کلی در حیات جمعی قبیله های آسیا میانه به عمل می آید. در این دوره مردم قبیله های آسیا میانه به خواجگاه استحصال کننده می گذارد. به جای مردم جای غذاخورداری را همین کشاورزی زراعتکاری میکرد و دوره نیولیت تقریبا 9-7 سال پیش همین آغاز گردیده است که در این دوره یادگاری های مشهور دوره نیولیت این و مدنیت جیتون می باشد که این مدنیت اولین مراتبه همین و در دامنه‌های کپیداغ آن وقتا مدنیت همین پیدا شده است که این مدنیت اساسا اهل بازگران این مدنیت به زراعتکاری شروع نموده بودند که اینها همین آلات سنگی آلات همین استحصالاتی آنها بود. آلات استحصالیشان اصلا از سنگ‌های چخمی قیراق سنگی عبارت بود و آنها در خانه‌های از گل و قمیص ساخته زندگانی می‌نمودند و زندگانی می‌نمودند که در زندگانی می‌نمودند و در همین آلات اگر در دوره پلیولیت بالا آلات‌های سنگی و ناقدر پیشرفته باشد، در دوره نیولیت حتی یک تغییرات جدی در حیات آدمان برآمد. یعنی مردم ساختن ظرف‌ها را یاد می‌گیرند که در آن ظرف‌ها مردم و آب را همین ذخیره می‌کنند و باز مردم در این دوره و پختن غذا و خوراک‌های آبدار می‌آموزند که این باعث طولانی گردیدن عمر آدمیزاد می‌گردد. یک بار دیگر می‌پرسیم معین به طور مشخص یعنی دوره نیولیت کدام سال‌ها را در بر می‌گیرد تقریباً؟ دوره نیولیت تقریباً 9-7 سال پیش از این صورت گرفته است. 9-7 سال پیش از این در جهان یا در حدود تاجیکستان؟ در حدود جهان 9-7 سال پیش صورت می‌گیرد. یک مفهوم است انقلاب نیولیتی. همین انقلاب نیولیتی چی معنی دارد؟ انقلاب نیولیتی همین رو توصیف کنید. انقلاب نیولیتی یعنی در دوره نیولیت چیزی که در بالا قد نمودیم یکی از دوره‌های اصلی نویس همه باشه که در این دوره دیگرگونی‌ها به عمل می‌آید. جای غذاخورداری را و مردم و خواجگی دهقانی نسبتاً تشکل می‌یابد. زمیندار کشاورزی چارواداری پیدا می‌گردد و در این دوره ساخت قومی مادر و از بین رفته رو به تنظیم نهاده ساخت قومی پدری شون گذاره. در این دوره اصلا که و سبب آنکه و زراعت چارواداری پیش می‌رود که این اساساً کار مردم به حساب می‌رود. از این سبب گزارش به دوره پدرشاه از این دوره آغاز می‌کرد و در دوره عصر برنج تکامل می‌یابد تشکل می‌یابد. شما گفتم می‌توانید که در حدود تاجیکستان یادگاری‌های تاریخی عهد نیولیت در کجا جای گیرند؟ در حدود نیولیت یکی از یادگاری‌هایی که در حدود جمهوری تاجیکستان کشف شده این مدینه نیولیتی حصار میباشد. در اینجا سوال ببینید که چرا مدینه نیولیتی حصار می‌نامند؟ اصلا که آن به دوره نیولیت تعلق داشت و در همین جمهوری تاجیکستان در ناحیه در اینجا آن مصنوعات سنگی و جای مغزی به خود خاص از این مدینه نیولیتی حصار نام می‌گیرد که آن تقریبا 3000 سال پیش از 1006 تا 1003 پیش از میلاد در بر می‌گیرد و در اینجا مردم اساسا یعنی وظیفه شغل اساسی آنها این زمینداری به حساب می‌رفت. سوال دوم کدام شاهنشاه اشکانیان عنوان کبیر را گرفته بود؟ دولت اشکانیان با دیگر عبارت دولت پورت در سال 205 سال مرجع دولت اشکانیان سالهای 256 224 در بر می‌گیرد که بین سلاله ارشک یک و تریدات اساس می‌گیرند سال 247 پیش از میلاد. یعنی این دولت در نتیجه شکست دولت و در سال 301 پیش از میلاد محاربه سخت‌ترین جهان در نزدیکی ایبس یعنی در فریگه کبیر به عمل که در نتیجه سه دولت تقسیم می‌گردد. یکی از آنها این دولت اشکانیان باشد که دولت تشکر. شما به سوال جواب دید. کدام شاهنشاه اشکانیان عنوان کبیر را گرفته بود و سالهای حکمرانیش کدام سال هستند؟ یکی از شاهنشاهان مشهور اشکانیان این مهرداد یک می باشد که سالهای حکمرانی او سالهای 171 138 را در بر می‌گیرد که این مهرداد یک عنوان کبیر را می‌گیرد و پس از سال 146 پیش از میلاد به دولت ماد هجوم کرده عنوان پادشاه بزرگ را نیز می‌گیرد. یعنی در زمان حکمرانی مهرداد یک حدود دولت اشکانیان وسیع می‌گردد و یک وسیع گردیده دوره حکمرانی مهرداد یک دوره گلگشت‌کننده دولت اشکانیان به حساب می‌رود. این دولت از طرف اردشیر بابکان سال 224 از بین می‌رود، از بین برده می‌شود. شما گفتید که سال 131 تا میلاد مهرداد یک به دولت ماد هجوم می‌کند.
نه 148 همین- پیش از میلاد هجوم میکند سال کروناش با دولت مود بله در 148 همین دوره دولت مود وجود داشت در همین دوره که شما خواهید کرد بله به ماد هجوم میکند آنجا را ضبط میکند مود همچون دولت بود همچون دولت ماد در قطار دولت های آرایی یک از چهارمین دولت آرایی به حساب میرود که من دولت ماد به حساب میرود که این دولت از طرف کوروش کبیر از بین برده میشود کوروش کبیر میدونید که پیش از اشکانیان بود بله شما گفتید که مهرداد یک به دولت مود هجوم کرد این درست است 148 به دولت ماد نه بعد دیگر دیگر مهرداد دولت. یک چی کارها رو به انجام رساند که به عنوان کبیر معروف گردید یعنی در این دوره در زمان کورانی مهرداد یکم در دولت در داخل دولت اشکانیان نظام کشمکشی بین سرداران دولت به عمل میاد که این مهرداد یکم به همین آن کشمکشی خاتمه میبخشد و من حدود دولت چرا که در بالا قدم دادم حدود دولت خود را وسیع مینماید اشکانیان ارشک یک چند ارشک یک با دیگر بار اشک یک هم میگویند آره این سال اشکانیان 240 با عنوان اشک اشک، یا بله. ارشک اشک 2 اشک 10 اشک 15 همین با آخرین نام نماینده‌اش معروف اردوغان هستند 5. هم نام خاص خود رو دارن و با ترتیب باز به همین نام معروف مشهور هستند باشند خب سوال رو میخوانم یک دفعه کدام امپریای اجداد تاجیک در سیاست دیپلماتیا و مناسبات بین خلقی رقیب اساسی امپریای ریم به شمار میرفت این امپری اشکانیان بود چطور که تحضر قد کرده امپری اشکانیان بود در سیاست دیپلماسی مناسبات های بین الخلقی رقیب اساسی همین ریم به حساب میرفت حتی همین یک از سبب های تنازل دولت اشکانیان همین مبارزه طولانی با دولت ریم به حساب میرفت که مبارزه آنها یعنی هم مبارزه سرحدی بود و هم مبارزه همین وای بود دینی به حساب یعنی مذهبی به حساب میرفت و همین سال مبارزه دولت اشکانیان با ریم سال 9 مای سال 53 پیش از میلاد به عمل میاد که لشکرکشی همین اشکانیان سورانه بود که بر مقابل همین ریمی ها مبارزه برده غلبه به دست میآورد و این و در زمان کرونی و ارشک دو به عمل میاد در زمان کرونی ارشک دو محاربه بین اشکانیان و ریم به عمل میاد و سال 20 پیش از میلاد باشد بین اشکانیان و همین ریم و سازشنامه صلح به امضا میرسد رقابتی بین دو امپریا یعنی امپری روم و امپری پورتو که اشکانیان در کدام مسئله بیشتر میان می اومد در کدام مسئله سرحد نفوذ است کدام سرحد کدام منطقه بله اصلا درباره سرحدهای نفوذ به حساب میرفت کدام منطقه جنجالی بود در بین دو امپریا دو امپری سوال رو میخوانم یک دفعه در زمان ساسانیان کدام اندازها جاری بودند سامانیان میباشد در زمان سامانیان در زمان سامانیان اساسا دو نمود خراج موجود بود تومه و اقطه تومه این نام بود که اون با داده میشد ولی از این زمین ها سال یک مرتبه انداز تونده میشد و اگر من صاحبدار تومه این انداز رو نمیسپارید من نمیتونست که تمام حاصل کشت به دست آورد دوم نوش این اقطه بسازن که صاحب اقطه را اقتدار میدن که این زمین ها همین صاحبان اقتدار میتونستن که زمین های خود را به میراث گذارن و من از طرف انداز از زمین های اقطاع از طرف دولت از طرف ماموران دولت جمع آوری کرده میشد و یک هنگامی که وقتی ماموران دولت انداز را جمع نمودن یک قسمی آن را به خود میگرفتن و قسمی باقی مانده‌اش باشه به صاحب اقتدار میدادن و اگر لازم آمد میتوانست از مردم همچون انداز به جای نصفی حاصل را به دست گیرد یعنی از آنها ستاند همین روشنی اندازه اقطه چی است؟ اقطه این یک نمود شکل این نام یک نمود شکلی این یک نمود و می باشد این عام می باشد اقطه یعنی وابسته به وای بود اقطه وابسته به مساحت زمین بود وابسته به چی؟ اقطه یعنی وابسته به زمین بود خب چگونه زمین بودن اینا؟ زمین اقطاع چگونه زمین بود؟ این زمین ها اساسا به شخصان دارا تعلق داشتند یعنی به شخصان ثروتمند روحانیان و عالی مرتبان تعلق داشتند اینا همین زمین ها را خودشان ضبط کرده گرفته بودند که یگان کسی نه ضبط کرده نگرفته بودند از کجا پیدا شد زمین ها اینا؟ در زمان سامانیان پیدا میشه این نمود زمین داره
نه منظورم که همین زمین هایی که میگوید ثروتمندان داشتن همینا رو با راه زوری جنگ کرده گرفته بودن یا با کدام راه اینو به دست آوردن این زمین ها رو؟ اصلا که آنکه در دولت نفوذ آنها زیاد بود، نفوذ عالی مردمان زیاد بود، از این سبب آنها صاحبان همین زمین ها به اسلام رفتن. در این دوره مردم زحمتکش یعنی حقوق آنها در درجه پس قرار داشت و آنها اصلا در دست خود هیچ نمود زمین نداشتند. سوال 5 مشهورترین مورخان زمان تیموریان رو نامبر نمایید. مشهورترین مورخان زمان تیموریان این اساساً میرخواند و خواندمیر به اسم رود. خواندمیر در هرات به دنیا آمده. در پایتخت دولت تیموریان پایتخت دولت تیموریان دو تا بود ولی آن در پایتخت یکمیان یعنی در خراسان در هرات فعالیت می‌برد و پس آن که دولت تیموریان از بین می‌رود و از بین می‌رود فعالیت خواندمیر به بر می‌رود. اول به خدمت شاه اسماعیل صفوی سپس به دولت تیموریان هند می‌رود. یعنی مشهورترین مورخان زمان تیموریان اینها میرخواند خواندمیر نبره میرخواند بود. اثرش باشد حبیب اسیار می باشد. حبیب اسیار در 3 جلد تالیف کرده است. این اثر دایر به همین دایر به آسیا میانه یعنی دولت تیموریان به ما معلومات میدهد و باز اثر میرخواند باشد رفضت الصفا. جوابتان تمام. شما میتونید درباره اون مورخان گپ زنید که در دربار تیمور بودن و درباره تیمور کتاب ها نوشتن درباره تیمور لنگ. اینو کدام ها هستند؟ حداقل 3 نفر یا 4 نفر معروف ترین مورخانی که تیمور لنگ رو معرفی کردن. بعضیاش بسیار تعریف و توصیف کردن، البته بعضیاش بدگویی هم کردن. اگر از ادبیات گوییم ادبیات عبدالرحمن جامی علیشهر نوایی می باشد. اگر مورخان زمان تیموریان باز تکرار میگه آنهایی که درباره خود تیمور لنگ درباره خاندان تیموریان کتاب ها نوشتند و بعضی این کتاب هاشون حتی به خط کریلی به خط امروزه تاجیکی برگردان شدند. اینا سرچشمه بسیار معتبر هستند. دکتر جان شما به فکرم سوال استاد فهمیدید و میپرسد که اما مورخ کدام اثر رو نوشته؟ شما باشید شاعرای نامبر کرده ایستادی یا پردگاه خشته فکر کنید شاعر از مورخ فرق دارد. مورخ تاریخ می نویسد، شاعر اثرهای بدیعی و نویسنده اثرهای نثری می نویسد. فکر کنید. سوال همین بوده است. 22 اوگوست سال 1875 در نزد کدام قلعه محاربه کلان بین قشونهای پادشاهی و شورشگران خوقندی یا قوقندی به وقوع آمد؟ 22 اوگوست سال 1875 در نزد قلعه محرم یکی از محاربه‌های سخت‌ترین و کلانترین بین قشون روسیه پادشاهی و همین خوقندیان بلکه که در نتیجه این محاربه خوقندیان شکست می‌خورند و امارت خوقندیان شکست خورده رسما خانگری خوقند سال 1876 برهم داده می‌شود و همین قشون پادشاهی در این محاربه غلبه به دست می‌آورد. تعدادی و در این محاربه تعدادی ففتیدگان از طرف شورشگران خوقندی به 10,000 نفر می‌رسید. اولین قهرمان اتحاد شوروی از تاجیکستان کی بود؟ اولین قهرمان اتحاد شوروی از جمهوری تاجیکستان نعمت قره‌بای می باشد که با فرمان پرزیدیوم شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از 21 مارس سال 1940 به او عنوان قهرمانی داده می شود که سببش در چی بود؟ وقتی که جنگ دوم جهانی سال 1 سپتامبر سال 1939 سر می‌زند اتحاد جماهیر شوروی نیز به آن داخل می‌گردد و اولین محاربه اتحاد جماهیر شوروی با فینلاند آغاز می‌گردد. در این محاربه تاجیکستانیان نیز اشتراک داشته که از آن این نعمت قره‌بای می باشد که نعمت قره‌بای همچون علاقچی حربی در این محاربه اشتراک نموده بود و در این محاربه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با مقصد محافظت نمودن پایتخت یعنی شهر لنینگراد این محاربه را با فینلاند آغاز می‌دهد از سال 1940 و دوره جنگ دوم جهان بود یا دوره جنگ بزرگ وطنی؟ نعمت قره‌بای در جنگ دوم جهانی اولش و قهرمانی نشان می‌دهد. جنگ دوامش جنگ بزرگ وطنی می باشد سال 1940 1945. به خاطر نعمت قره‌بای یگان مکتب، مؤسسه، کوچه، شهر، دهه هست یا نیست در تاجیکستان؟
هست مکتب ها هستند با نام دانشگاه ها نیز هستند با نام نمد قربای لیکن در مکتب دانشکده ها با نام نمد قربای گذاشته شده است به خاطر ابدی ماندن نام نمد قربای. خب سوال 8 همکاری های فرهنگی تاجیکستان با دولت های عضو اتحاد دولت های مستقل چگونه صورت میگیرد؟ همکاری فرهنگی جمهوری تاجیکستان با دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل از دید فرهنگی مثلا روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در دیگر دولت‌ها مثلا وقتی جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان سال 2017 در جمهوری ترکمنستان جشن گرفته می‌شود و باز سیمپوزیوم بین‌المللی بخشیده به مولانا وسکلی خلق و تمدن‌ها اصلی که مولانا شاعر تاجیکستان میباشد در با یک از دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل یعنی با ترکیه تاجیک ها؟ مولانا هم شاعر تاجیکستان نه و تاجیک ها؟ تاجیکستان جلال‌الدین بلخی رومی. اما نه تاجیک میگیم ما تاجیکستان میگیم. تاجیکستان میگیم بله. شما تاجیکستان میگین ما تاجیک میگیم. ما برای همین ببینید این شاعرها و نویسنده های ما در تمام دنیا هستند با نام همون کلاسیک ادبیات فارس تاجیک معروف هستند. تاجیک. تاجیکستان نه ممکن در ازبکستان این گپا را بگند در قزاقستان این گپا را بگند شاعر بزرگ قزاقستان و شاعر بزرگ ازبکستان اما در ما معمول است که ما کلمه تاجیک یا فارس تاجیک را استفاده میکنیم. بله مرحمت دوام دید. یعنی همین سیمپوزیوم برنامه گذرانده میشود باز میگذشت و باز روزهای فرهنگی بغض روزهای فرهنگی باز مثلا هستند مثلا جوانان را برای تحصیل در این دولت‌های خارجی دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل تیار می‌کنند کادرهای راهبری کننده تامین می‌شوند پیش از درس‌های فرهنگ به حساب می‌رود و باز این رشد تمدن به حساب می‌رود فرهنگ نیز به داخل می‌گردد. باباجان غفورов دایر به کدام ولایت‌های تاریخی و مدنی آسیای مرکزی در دوره برنجی معلومات می‌دهد؟ باباجان غفورov دایر به دو ولایت تاریخی مدنی آسیا میانه در دوره عهد برنجی معلومات میدهد. یکم ولایت این جنوب ترکمنستان که آن نیز به دولت آسیا میانه داخل میگردد. دوم ولایت این قسمت شمال شرقی دولت‌های میبرد آسیا میانه به حساب میرود. یعنی در دوره عهد برنجی مدنیت انا در جنوب ترکمنستان پیدا گردیده بود و باباجان خود در اثر خود این تاجیکان دایر به مدت معلومات آورده است. مدنیت‌های دیگر باز از حدود جمهوری تاجیکستان پدر است که آن نیز به قسمت شمال و شرقی داخل می‌گردد. دو ولایت تاریخی. موضوع دایر به مدنیت عهد برنجی قیراقم چی معلومات دادند باباجان غفورov؟ مدنیت قیراقمی ها این به دوره عهد برنجی توانش مشغولیت اساسی قیراقمی ها این اساساً فلزگدازی معدنگدازی میباشد. باستانشناسان هنگام تحقیقات در اینجا آثار زیادی بسیار این ظرف‌هایی که آنها از میس و ساخته شده بودند پیدا نموده بودند و همین قیراقمی ها در آخرهای موجودیت خود برای نمودن حیوان ها و همین شکار نمودن حیوان ها مشغول می‌گردند. باز آنها نه تنها با معدنگذاری آنها حتی با زمین زراعت چرواداری نیز مشغول بودند. فعالیت آنها نیز همین بود. غیر از مدنیت قیراقم با کدام مدنیت‌های آرکئولوژی اصلی برنجی در حدود تاجیکستان شما می‌دانید؟ یکی از مدنیت‌های آرکئولوژی این مدنیت باستانی سرز به حساب می‌رود. با عهد برنجی طلا به دوره انالت اول عصر برنجی طلا مدنیت سرز که آن در 15 کیلومتر دورتر از قسمت غربی پنجکین جایگیر میباشد. عکس شیرینشاه شاه تیمور قهرمان تاجیکستان درباره همین آدم معلومات دید. شیرینشاه شاه تیمور سال 1899 در دهه پاشنه ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده است. فعالیت مهنتی‌شان از سال 1920 آغاز می‌گردد. سال‌های 1920 1921 اعضای کمیسیون حربی در ولایت پامیر، سال‌های 1921 1923 یکی از اعضایان کمیسیون حربی سیاسی در ولایت پامیر دایر به همین اعضای مردان حرکتی بازماندگی بودند و با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم انور رحمان به شیرینشاه شاه تیمور از سنه 27 این سال 2006 برای عنوان عالی قهرمان تاجیکستان داده می شود. برای این خدمت‌های در پایه‌گذاری رشد استقلالیت جمهوری تاجیکستان داده می شود.
حیات او چطوری به پایان رسید؟ یک پارت کرد. بله. یعنی چه وفات کردن یا که کشته شدن یا با عجله خود وفات کردن؟ قسمت تلخشان. یعنی شما دوامی وایتون ترجمه حالش نگفتید، معلومم بله آخران لحظه های حیاتش میگویند. یعنی تا کدام سال در کدام منصب بود و چی شد تقدیر این؟ شیرینشاه شاه تیمور از طریق تعقیباتچیان و دستگیر میگردد و به قتل میرسد. سال 1934. لااقل میگه چی خدمت کرده است؟ در تأسیس جمهوری تاجیکستان خدمت شیرینشاه شاه تیمور است. شیرینشاه شاه تیمور در تأسیس جمهوری تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور در قطار نصرت‌الله محسوب نیست. در پیشرفت جمهوری تاجیکستان همین ارزنده خش گذاشته است. شیرینشاه شاه تیمور چرا که در بالا قید نموده بودم برای از بین بردن حرکت بازمچگری در جمهوری تاجیکستان که طول سالهای 1920 به من آمده بود، من فعالیت مهنتیشان برای من سالهای 1900 در رئیس اعضای من سیاسی حربی در پامیر بودند. شما در برابر کتاب تاجیکان اکادمی باباجان غفوروف باز کدام سرچشمه‌های تاریخی رو اثرهای صدرالدین عینی اسیان مقنع قهرمان خاک تاجیک تیمور ملیک را مطالعه نمودم. باز اثرهای تاریخ خاک تاجیک از صنف 5 تا صنف 11 نیز مطالعه نمودم. باز کتاب تاجیکان درانه تاریخ ملت را نیز سرچشمه‌های تاریخی یعنی اسیان مقنع. اسیان مقنع بله معلوماتی هم در اسیان مقنع. خوب کام ترک به شکل مختصر. اسیان مقنع از نگاه عینی اسیان مقنع قهرمان خاک تاجیک صدرالدین عینی درباره اسیان مقنع چنین معلومات است که اسیان مقنع پس از در حدود ماوراء نهر خراسان در زمان خلافت عرب سر میزند. یعنی با عقیده بعضی نام اساسی مقنع هاشم ابن حکیم بود و او این اسیان در طول سال 784 از طریق خلافت عرب از طریق خلیفه مصیب از پخش کرده می شود و اسیان مقنع اینها طرفداران اسیان مقنع سفید جامگان منامیدند و آنها پرچم سفید را در برابر پرچم سیاهی عباسیان برافراخته بودند و بر ضد ظلم استبداد عرب ها مبارزه میبرند. در پیروی سمبولی مخ چی اهمیت داشت همین اسیان مقنع اهمیت تاریخی دارد زیرا پس از گرچند این شیش فرو نشانده باشد هم ولی در تاریخ خلق تاجیک تاریخ این باعث کردید که تا فرهنگ و تمدن خلق تاجیک تا زمانی ما آمده رسیده است. تشکر زیاد. شما دختر جان گفت که همین ایام بچگی باباجان غفوروف چگونه گذشته است؟ همون دوره کودکی و بچگیشان نقل کنه؟ باباجان غفوروف ایام بچگیشان را در زادگاه خود میگذرانند. یعنی آن کس در سال 1917 از سن 8 سالگی مجبور میگردد که اسیر وضع عالیه در خانواده و حوله ثروتمندان محله خدمتگاری مینماید و تحصیل ابتدایی در نزد مادرشان که خود شاعره بودند گرفته. سپس تحصیل خود سال 1924 در یک از مکتب‌های زینه دوم شهر خوجند ادامه داده. در برابر تحصیل در یک از کارخانه قنادی آنجا نیز کار می‌نمود. در کارخانه قنادی آنجا کار می‌نمود و پس از ختم مکتب زینه دوم شهر خوجند باباجان غفوروف فعالیت همچون مدیر شعبه کار با مکتب بچگان و سپس مدیر شعبه فرهنگ کار می‌نمود. در طول این سالها در برابر کارهای دولتی و کارهای اجازه نیز دست زده. اولین هجرنامه خود تحت عنوان آمد افتابس خوجند خواندگاران است. در اثر خود نمونه ادبیات تاجیک درباره چند شاعر معلومات می‌دهد. نمونه ادبیات تاجیک این اثر صدرالدین عینی باشه که سال 1926 ایجاد گردیده است و داره به 132 نفر مورخان و 132 نفر شاعران ادبیات کلاسیک فارسی تاجیک معلومات می‌دهد که در این اثر با یکی از نه تنها اثر علمی. تشکر. سلامت باشید. شما حاضرش با جواب. مرحمت.